سلام علیکم، روزتون بخیر باشه. با این جلسه آموزشی مربوط به لاراول خب در خدمت شما هستم. من امیر حسینم، بعد حدود 25 سالمه. البته خب اینا به درد شما نمیخوره، فقط جهت آشنایی میگم، چون اگر اینا رو بدونید ممکنه که خیلی بیشتر با هم صمیمی باشیم و یک مسیر رو با هم دیگه قرار طی کنیم که هر چقدر با هم دیگه آشنا بشیم بیشتر با هم دیگه میتونیم ارتباط بگیریم. گرچه خب این ارتباطی که میگم هر چند به سبک ویدیو یک طرف هست، اما خب شما بیشتر میتونید با من، با کسی که گوینده این صدا هست، یعنی شما هم به عنوان شنونده میتونید بیشتر با هم دیگه حال کنیم، اینجوری بگم. خب من دوست ندارم که اونایی که حالا میخوان یک چیز رو یاد بگیرن خیلی معطل بشن یا پیچیدگی سردرگمی الکی بخوام بهشون تحمیل کنم. من ویدیوهای دیگر رو که میدیدم معمولا این چنین بود که یک چیزایی رو یاد میدادن که شاید شما 10 سال یه بار بهشون بخورید، یا یک مثلا 10 تا پروژه یکی مثلا باشه که بهشون نیاز داشته باشید، در صورتی که این همه ابزار دیگه الان دوران فلان نیست که بخوایم همین چیز رو یاد بگیریم. الان هوش مصنوعی الحمدلله هست، میتونیم خیلی ساده سرچ کنیم چیزی که نیاز داریم و بهمون تحویل میده. نه همه چیز، بلکه اون چیزهایی که نیاز نیست ما به حافظه خودمون اونا رو انبار کنیم، خب بسپاریم. خیلی چیزا هستش که ما نباید اصلا یاد بگیریم، این نابود کردن حافظه است. خب و باعث پیچیدگی میشه و خیلی چیزا رو باید یاد بگیریم، اصلا به هوش مصنوعی این چیزا اعتماد نکنیم. خب یه چیزم بگم، من زبان انگلیسیم خیلی خوب نیست. چیزایی رو که خیلی عادی هستن فقط میدونم، مثل اسم خودم. شوخی میکنم، حالا خب اونقدر انتظار از من نداشته باشه. خیلی از جملات رو ممکنه اشتباه تلفظ کنم و مهم اینه که شما چیزی رو یاد بگیرید. حالا اینکه من اشتباه چیزی رو تلفظ کنم، مثلا اتنتیکیشن رو بگم اتنتیکیشن، خیلی مثلا فرق نمیکنه مثل اون هندی ها. منتها مهم اینه که این موارد رو ما بدونیم که چه کار انجام میدن. خب شما قرار نیست که مثلا اینا رو تلفظ کنید بعد انگلیسیشو مثلا به یک کسی یاد بدید. خب مهم اینه که اینا بدونید که چه کار میکنن و به اصطلاح امروزی پاتون از گلیمتون بکشید. خب چی بودم؟ خب حالا ما در این صفحه خود لاراول هستیم، صفحه‌ای که بیشتر اونایی که اصلا هیچ چیز نمیدونن از این میترسن، میگن این وای این چه چیزیه دیگه، الان مثلا موضوع شده باید بریم یاد بگیریم و فلان. نترسید، اینم مثل فریمورک های دیگه است و میشه یاد گرفت. سخته، قبول میکنم همه چیز سخته، اما بعد از اینکه خب یاد بگیریم سخت نیست. منتها به اینم بستگی داره چه کسی یاد بده. نه اینکه حتما من خوبم، نه من خوب نیستم، شایدم خوب باشم، اما واقعا ویدیوهایی که من در یوتیوب میدیدم در مورد لاراول، افرادی بودن که خب یا از سبک لحنشون مثلا شاید ما خوشمون نیاد، یا شاید مثلا اونقدر پیچیدگی به بار بیارن با اصلا دیگه. من خودم که مثلا یاد گرفتم دیگه، از بین شاید 10 تا ویدیو که امتحان کردم یکیشو پسندیدم، اونم خب یه خورده مطالب اضافی میگفت و اینکه اون چیزایی که مورد نیاز بود اول نمیگفت. خب در بین این تجربه ها من خواستم این اشتباهات رو دیگه تکرار نکنم. خودم که تکرار نکردم تا الان، اشتباهات اونا رو تکرار نکنم. خب بریم الان جدا از موارد. خب این صفحه لاراوله، خب خیلی با اینجا کار نداریم ما، فقط یک چیزای کلی میخوام بگم چون نیاز هستش واقعا. خب این بخش داکیومنتشه نسخه 12. خب اینجا میگه که میخواید مثلا شروع کنید بحث نصبش و اینا رو اینجا نوشته. من الان نمیخوام برم نصبش کنم من نصب دارم، منتها میخوام بگم که یه همچین چیزایی هم هستش. بعدن انشالله قدم به قدم، اگه خودتون بخواید، البته به کامنتاتون بستگی داره دیگه، به لایک و کامنتاتون اونقدری که باید تمایل داشته باشید به آموزش
از طریق بنده اون مهمه. خب یه چیزای دیگه این که خلاصه ویدیوهای زیادی هست، اما اگر بخواید باید بگید حتما بهم تمایل زیاد باشه تا من به شوق بیام، به انرژی بیام و بخوام شروع کنم، چون خیلی سخته دیگه. اینجا من هندسری گذاشتم، بعد دستم یه میکروفون خلاصه اینجا مثلا چسبوندم و خلاصه یه دستگاه دیگه مثلا رکورد میکنن و اینجا مثلا سیستم مانیتور رکورد میشه. خلاصه من باید اینجا صبر کنم و برم از زمان روز اول که میخواستم یاد بگیرم اونا به یاد بیارم و شروع کنم. خب اینا هستش. حالا نمیخوام منت بذارم، نه میخوام بگم که اون شوق انرژی رو بهم بدید، منتقل کنید بهم. منم میدونم شما مثلا این ویدیو رو الان میبینید، صدامو میشنوید، اما خب ریاکشن نشون نمیدید. این خوب نیست. ریاکشن نشون بدید. خب یه لایک بزن، همون دکمه رو مثلا بزن که من خوشم اومد، یک کامنت بذار که خیلی خوب بود یا بد بود، خیلی متنفر بود خیلی عالی بود. خب همینا. الان در اینجا که قرار داریم میگه که میخواید نصبش کنید، اینو کپی کنید. ببینید کپی هم اینجا هست میگه میتونید اینو کپی کنید به صورت گلوبال که ریکوایر میشه لاراول اینستالر نصب میشه. همین وی اس کد اونجا در ترمینالش میتونید اینو کپی کنید و بزنید خلاصه نصب بشه. میتونید بعد اون که نصب شد این گزینه رو بزنید لاراول نیو، بعد اون اسم پروژهتون رو بزنید و خلاصه اونم پروژهتون هم ایجاد بشه. خب بعد از میتونید وارد پروژهتون بشید و این موارد دیگر رو نصب کنید و خلاصه شروع کنید به کار کردن. نمیخوام الان وارد بشید شاید گنگ بمونید. اگر خواستید وارد بشید با چت جی پی تی هماهنگ بشید، مشاوره همیشگی 24 ساعته، با هماهنگ بشید تا وارد بشید. اگر نه منتظر بمونید تا جلسات بعدی رو با خود طی کنیم. حتما کامنت بذار که سریعتر جلسات بعدی شروع بشه. خب ببینید اینجا خود داکیومنت ها معمولا زبان های مختلف همشون داکیومنت دارن دیگه. یاد دادن رو مثلا اونجا بهمون گفتن که چجوری یاد بگیریم، مثلا نمونه هاشو آوردن، گفتن مثلا این کار رو انجام بدید، این موارد رو بنویسید که این کارها رو کنند. خب اینا رو که میبینید دیگه، این صفحاتی که ما باشون ممکنه سر کار داشته باشیم. خب نمیخوام خیلی بهش بپردازم، اینا رو ممکنه باشون سر کار داشته باشیم. خب خارج بشیم از اینجا، وارد وی اس کد میشیم، به بحث شیرین اکستنشن ها میپردازم. حالا بذارید من بگم چرا میخوام الان به اکستنشن ها بپردازم. خیلی مهمه. من 8-9 سال پیش که میخواستم اول برنامه نویسی رو شروع کنم، استاد من خواست خیلی بیشتر یاد بگیرم، همون اوایل برنامه نویسی. الان خب شما که اومدید لاراول یاد بگیرید، پی اچ پی بلدید، فرانت شاید بلد باشید، هر چیز دیگه. خب الان شما رو دیگه راه افتادید دیگه، من نباید اون ظلم رو بهتون بکنم که ما باید خیلی چیزای دیگر بهتون یاد بدم که شما روانتر، سبکتر بشید. الان خب خود این لاراولش ممکنه پیچیدگی هایی داشته باشه، شما دیگه نباید پیچیدگی های اضافی رو تحمل کنید. استاد ما اومد و من که چیزی نمیدونستم، فایل txt باز کرد. بذار باز کنم نشون بدم که چه ظلمی در حق من شده و شاید بسیاری از افراد این ظلم در حقشون شده. فایل txt بهم داد، بعد گفت که خب الان بیا و چه میدونم بیا بنویس که HTML. خب حتما هم ببندیشا HTML. خب اینجوری. بعد اینا رو سیوش کن، کنترل شیفت اس و کنترل سیو و خلاصه بزن و بیا و حالت چیز کن دیگه. این HTML رو داد HTML ذخیره کن که بری و صفحهش رو ببینی. یه همچین مشکلی، ای خدا، یه همچین مسائلی رو باید مثلا 50 خط کد می نوشتیم در همون فایل HTML بدون هیچ راهنمایی. خب اما الان دیگه وی اس کد اومده، ویژوال استودیو اومده. من بعد از که مثلا رفتم دریم ویوری که به معرفی کرد، گفتم استاد این خودش می نویسه. چی بود اون فایلی که بهم داده بودی نوت پد؟ این خودش میگفت آره دیگه اینجا دیگه. اما مثلا بچه‌ها من اول مداد می نویسن بعدن با خودکار.
یه همچین چیزی. خب حالا هم همینه، حالا که شما دیگه حرفه‌ای شدید، البته همینطور حرفه‌ای هستید، خیلیاتون همین چیزی که میخوام الان در بحث اکستنشن ها بگم خیلیاتون بلدید. اصلا میگید خب چی، من 10 تا بیشتر بهت میخوام یاد بدم، الان بیا میتونم یاد بدم. اما خب دیگه من همین رو میگم که شاید مثلا برخی ندونن. خب برخی از مثلا اکستنشن ها رو نصب نداشته باشم، همین. من که نمیگم شما بلد نیستید، خب علامه دهر، من نابلد. خب ببینید یکی اوتو کلوز تگه، همشو میخوام اشتباه تلفظ کنم، از اند که بهم گیر بدید ویو باره بالاتر. شوخی میکنم. خب اینی که میاد تگا رو میبنده خودش، همونجا گفتم که میرفتیم تگا میبستیم فایل نوتپد، این مثلا اکستنشن میاد خودش تگا رو میبنده، خیلی کارو ساده میکنه دیگه، نصف کد نویسیتون رو که باید با دست می‌نویسید خودش میبنده. خب خیلی نمیخوام هر کدوم اینا یک ساعت توضیح بدم، همین رو فقط نشون میدم که هر کدوم خواستید اینا رو میتونید خلاصه به نصبشون کنید. در قسمت اکستنشن ها میاد و اسم اینا رو جستجو میکنید و خلاصه نصبش میکنید و میبرید حال میکنید باشون. این هست. این نه، این فکر نمی کنم به درد کسی بخوره در این دنیا. فکر کلا من چرا به درد میخوره، برای نصب کروم به درد میخوره این. خب فایلات .env مربوط به لاراول هم میشه. خب گیت هاب تم، اینا رو هم که تم گیت هاب هستش، اگه خواستید تم بهتری داشته باشید من اینو نصبش کردم. اینا خیلیشون تم، این خیلی خوبه برای تلوین. معمولا با تلوین هم که بسیار از افراد کار میکنن، هم گامی که با لاراول کار میکنن موارد دیگه، من خودم با تلوین هم حال میکنم. این هم خیلی کارو راحت تر میکنه دیگه. خلاصه میاد و نشون میده، هینت میذاره و اینکه برخی از چیزها رو نشون میده. خب لاراول رو باید نصب کنید، لاراول آرتیسان، لاراول بلید فرمتر رو، خلاصه اینا رو نصب کنید، خیلی کارتون راحت تر میشه. برخیاشو هینت میده، برخی غلطاتون رو مثلا اونجا میگه چی هستش. خب بعد کلاس ها رو، برخی از کلاس ها رو براتون خودش خودکار ایجاد میکنه. خلاصه این چیزایی که خوب هستن. اگر خودتون هم چیزایی میدونید که به اصطلاح من نمیدونم اینجا نبوده، بهم کمک کنید، بهم بنویسید، منم نصبش کنم در همین. خب اینا میبینید دیگه، مثلا میگه که وقتی رو فایل کلیک میکنه خودش میره رو فایل چیزو باز میکنه واسهتون. خب لاراول پک خودش هم یک پکیه دیگه، پک های لاراول رو فکر کنم همین رو نصب کنید همشون نصب میکنه تقریبا. آره این خودش این موارد بالا رو فکر کنم نصب کرد. خب لاراول سنیپتس همچین چون خب آره ببین. خب الان اینم خوبه، هینت میذاره. خب اینم خیلی خوبه، من خیلی گشتم اینو پیدا کردم، اینم خیلی خوبه. میاد مثلا ببین شکل فایل ها رو چجوری میکنه. شکل فایل ها مثلا پوشه ها مشخصه الان، بعد هر کدوم مثلا نود ببینید، نود مدلز مثلا رنگ سبزه به رنگ خودش، بر رنگ های لاراول و فایل لاراول خودش مربوط به پی اچ پی و خودش مربوط به اونا. خب گت و ای ام وی اینا خودش مربوط به خودشونه. خیلی خوب میشه اینجوری، زیبایی روان بودن کار رو بیشتر میکنه. خب بریم پایین ببینیم چی موند. خب اینجا بودیم منو. بله اینم هستش، اینم میتونه در قسمت تم ها ازش استفاده کنه. تم های زیادی داره، شکلایی هم داره که من قبلا از این استفاده میکردم، بعدا شکل رو این از این استفاده کردم و تم رو گیت هاب تم. خب اینم هستش PHP class generate، اینم هست کلاس ها رو درست میکنه. اینم هست. بعد اول من توصیهم اینه که همین رو نصب کنید، پک رو، لاراول پک. اگه دیدید مواردی که گفتم نصب نشده اون وقت میتونید نصب کنید. همین رو توصیه است، میتونید نصب نکنید، مثلا به روش سنتی مثلا از هوش مصنوعی استفاده نکنید و خلاصه قدم به قدم پیش برید. خب اینم هستش، اینم هستش، اینم هستش، اینم هستش. سریع میخوام رد بشم که تایم ویدیو هم طولانی نشه، حوصله ها سر نره. 14 که خیلی خوبه. خب PHP doc comments فلان اینم خوبه. خب اینم که معمولا پیش‌فرض همه نصب میکنن وقتی VS کد هم نصب میکنن، نمیدونم شما دارید یا نه. اینم خوبه.
حرمت میکنه، رنگ بندی هاشون استفاده کنه. پایتون شما شاید نیاز نباشه نصب کنید اینا رو. اینم که برمود به هاست و اینا ریموت گرفتن و خود سرور و ایناست. بعد اینم که فکر کنم لاراول نصب کنه. من قبلا با ریاکت کار میکردم، فکر کنم خودم نصب کردم، ریاکت کار کرده بودم اون موقع نصب کردم فکر کنم. خب ریاکت هم راحته دیگه، همه چیز راحته، میتونید راحت. فکر کنم 2 هفته ویدیو هم بازش دیدم و تقریبا یه مبتدی کار ازم در میاد. خب تلویند هم هستش که خیلی خوبه، من تازه نصبش کردم خودم، خیلی خوبه. ببینید شما که می نویسید یه چیزی رو، حالا اینکه چیز نمیکنه دیگه. بله ببینید این تقریبا واضحه. ببینید شما مثلا بی جی مثلا نوشتید خط تیره یا همون بی و نوشتید ادامهشو میاره. حالا میتونیم در فایل هم تست کنیم، اما همینجا مثلا چیز کرده دیگه نمیخوام خیلی، مگر اینکه در پروژه ها بهتون نشون میدم. خب ببینید همینجا مثلا توضیحاتش هم میده، خیلی خوبه. تلوین رو خیلی ساده تر میکنه، خیلی راحت تر میکنه. معمولا اونایی که میگن با تلوین کار میکنن. مثلا اینم که خوبه، شفافیت میده، وبرانس کانتینت. خب ببینیم این چیه. این همونه دیگه. ببینید شفافیت میده، یه خورده شفافترش میکنه. میتونید مقدار شفافیت هم بعداً تنظیمش کنید. خب این مثل مک ها هستش، فکر کنم مک اینجوریه دیگه، بیس کد مک اینجوریه. بعد شفافش میکنه، ترانسپارنتش میکنه صفحتون رو. خیلی هم ایرور بعداً گریبان گیریتون شاید بشه. خب یه خورده سخت نصب کردنش و خلاصه تنظیماتش، ولی خب ظاهر جذابی داره. تقریبا من استفاده میکنم و همزمان از تم‌های دیگرم استفاده میکنم.